یعنی چه گاز بدم تند برونم، یعنی چه بالا میره مصرف سوخت و بنزینم. دنده که رو 4 بیاد، سرعت روی 80 بیاد، مصرف سوخت و سرعت تنظیم میشه به دقت. ای بابا من چند سال راننده ام، میدونم بنزین دارم تا برسم به مقصدم. مهندس چرا بنزین تموم شد؟ حروم شد سرعت که بالاتر بره تا 125 بره، مصرف میره بالاتر تقریبا 2 برابر. تمام نکته و مطلب همینه که سرعت باشه معقول و بهینه. عزیز من مهربون، نفس و دیگه نسوزون. قطره های نفاس ساخت سازن، خیلی چیزا میشه باش بسازن.